بگو نمیفهمم کیفیت شد. ساکت. سکوت ادب است، عقیده هست. الله دست داره، ید الله فوق ایدی داره. چی کنیم؟ چه قسم است؟ قسم شما نمیفهمم علم است. در اینجا چی علم است؟ کیفیت ذات، صفات، افعال خالق ما میفهم یا نمیفهمم؟ کیفیتشو نمیفهمم. اینمی نمیفهمم در عقیده علم است. از این خاطر میگن که نصف دین چی است؟ نمیفهمم. تسلیمی است. اسلام چی معنی؟ یعنی تسلیمی. عبادت است، بلاد تسلیم است. الله و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. وجه الله هست، ولی قرآن آمده قبول داریم. چه رقم است؟ نمیفهمم. پس وقتی گفتی نمیفهمم تو عالم هستی. اگر گفتی میفهمم که این قسم است، زدی خدا از در عقیده اسلامی خدا خراب ساخت.